قرار داشتند. پس از 1 سال از وفات آیت الله بروجردی، شاه تغییراتی در قانون انتخابات شورای شهر انجام داد و شرط مسلمان بودن انتخاب کننده و نماینده را حذف کرد. همچنین قسم به قرآن مجید را حذف و به جای آن قسم به کتاب آسمانی را قرار داد. همچنین حق انتخاب شدن را به زنان در انتخابات داد. امام مراجع را برای تشکیل جلسه به خانه فرزند سرپرست اسبق حوزه آیت الله حائری یزدی دعوت نمود. همه مراجع قم در این جلسه شرکت کردند. شاه فکر می‌کرد که این 2 تغییر اخیر به خصوص حق نماینده شدن زنان باعث خواهد شد که در بین مردم و حضرات مراجع اختلاف بیفتد. ولی مراجع موضوع اول را که نماینده لازم نیست مسلمان باشد، چون ممکن است یک بهایی وارد مجلس یا دولت شود، رد کردند. جواب شاه بسیار فوری آمد. سخنرانی شاه برای مراجع شروع شد، آن هم با القابی چون حجت الاسلام، و تعمداً این لفظ را به زبان می آورد تا لفظ آیت الله را که در مکالمات روزمره برای مراجع و آیات عظام مرسوم است از بین ببرد و در نهایت برای آنها آرزوی توفیق در هدایت عامه مردم را نمود و به این وسیله به آنها فهماند که وظیفهشان همان وظایف فقهی است و آنها نباید کاری با سیاست داشته باشند. امام فوراً دستور تشکیل انجمنها توسط شاگردان خویش را داد تا تظاهرات را تنظیم کنند و اعلامیه ها را پخش کنند و از شاگردانش خواست که هزاران نسخه از نامه شاه تهیه کنند و بین مردم پخش نمایند. تعداد شاگردان امام از 1100 نفر بیشتر بود. او خوب می‌دانست چگونه آنها را راه بیاندازد و وظایف را بین آنها تقسیم کند. نامه شاه به عنوان نامه اهانت‌آمیز به حوزه و علمایش تلقی شد و ساعاتی بعد خیابان‌های شهرهای ایران پر از مردم خشمگین شد. از آنجا که گفتی ما مردم عامی را هدایت کنیم، من تو را ای مرد عامی و حکومتت را مورد خطاب قرار می‌دهم. از قرار معلوم شما تصمیم گرفتید که در برابر هدایت و ارشادات علمای دین بی اهمیت و بی مسئولیت باشید، در حالی که علمای دین ستونهای امتند و خواسته بی‌نظیر مردم. آیا شما فکر می‌کنید می‌توانید در برابر قرآن و قانون اساسی و شعور و احساس ملت بایستید؟ من شما را برحذر می‌کنم از تبعات و نتیجه بی‌توجهی به قرآن و تعالیم آن، وگرنه علمای اسلام و مراجع عالی قدر تصمیم لازم را خواهند گرفت. تظاهرات 6 ماه طول کشید و مردم ایران همیشه در صحنه حضور داشتند تا اینکه شاه مجبور شد تلگرافی برای همه مراجع به استثناء امام خمینی بفرستد و در آن گفت که قانون اساسی را تغییر نمی‌دهد. ولی روح الله اصرار کرد که عدم تغییر قانون اساسی با نوشتن چند تلگراف، آن هم به طور سری، انجام نمی‌گیرد. او از شاه خواست که این موضوع را رسما در برابر ملت اعلام کند. شاه مجبور به عقب نشینی شد و در روزنامه کثیرالانتشار رسمی به خواسته امام تن در داد.